تیمور رحیموف پهلوان تاجیک در مسابقات قهرمانی جهان عاید به جودو یا دوزیدو میان نوجوانان سینشان تا 21 ساله مدال برنجی به دست آورد. این مسابقه از 18 تا 21 اکتبر در شهر زاگرب خرواتیا برگزار شد. تیمور روز شنبه در رقابت‌ها در وزن زیر 100 کیلو پس از 3 پیروزی بر رقیبانش دومینیک مازوفسکی از لهستان، پیتر اروال از مجارستان و تاکایا یاماگوچی از ژاپن به دور نیمه نهایی راه یافت. ولی او در نیم فینال از زلیم کاتسویف از آذربایجان مغلوب گشت. بعداً او در قوه آزمایی برای مدال برنجی بر دانیل زورن از آلمان پیروزی به دست آورد و در نتیجه مقام سوم را کسب کرد. وبسایت رسمی فدراسیون بین المللی جودو یا دوزیدو خبر داد که در مسابقات قهرمانی جهان میان نوجوانان در رقابت‌های انفرادی تقریباً 600 ورزشکار از 82 کشور اشتراک داشتند. به هیئت دسته منتخب تاجیکستان 10 گشتیگر شامل بود. سامان محمدبک و ورزشکار دیگر تاجیک روز 19 اکتبر در رقابت‌ها در وزن زیر 66 کیلو مدال برنجی به دست آورد، ولی گشتیگران دیگر تاجیک در دورهای مقدماتی شکست خوردند از حق ادامه مبارزه برای مدال‌های مسابقات قهرمانی جودوی جهان میان نوجوانان محروم شدند.